حال عمومی دوقلوهای جدا شده آفریقایی در ایتالیا خوبه. پزشکان بیمارستان کودکان در رم ماه گذشته این دوقلوهای 2 ساله دختر را که جمجمه آنها از پشت سر به هم چسبیده بود بعد از 3 عمل جراحی سنگین و خطرناک از هم جدا کردند. در سومین عمل جراحی که بر روی استخوان‌های جمجمه این دوقلوها انجام شد و 18 ساعت به طول کشید، بیش از 30 پزشک متخصص، جراح و پرستار حضور داشتند. عمل جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده از جمجمه که بسیار نادر و در عین حال پیچیده و دشوار است با موفقیت انجام شد. این 2 کودک از ناحیه جمجمه و مغز به هم وصل بودند که خوشبختانه به ساختار مغز هیچ آسیبی وارد نشده است. ما پیش بینی می‌کنیم که آنها در آینده مشکل خاصی نخواهند داشت. این دوقلوها برای 2 سال در بیمارستان کودکان بامبینو جزو که متعلق به واتیکان تحت مراقبت بودند. گفته میشه برای نخستین بار در ایتالیا و احتمالاً در جهان که 2 کودک به هم چسبیده از جمجمه اون هم با شرایط خطرناک از هم جدا شدند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.